همه صاحبکاران وطن را با این عید تبریک گفته به همه سلامتی، شکوفایی و با قله های بلند نایل شدن را آرزو دارم. و باید قید کنم که آن پیشروی ها، آن رشدی که در ساحه صاحبکاری و عموما در ساحه صاحبکاری بانوان هست، همه این از آن که پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان توجه خاصه به صاحبکاری بانوان و حل مسئله های گندری ظاهر می نمایند. و امروز من باید قید کنم که من همین غمخواری حکومت و دولت و پرزیدنت محبوب همون با آن آورده رساند که باید با رقم ها اگر بینیم در اول استقلالیت جمهوری صاحبکارا همگی زنان 2-3% بود. حالا الکی زیاده از 80,000 زنان صاحبکار هستند و این زیاده از 27% را تشکیل می‌دهد. بینید و مقایسه کنید، زیاده از 10 برابر زیاد شده است. و باید قید کنم که امروز زنان پیشتر بر این نه فقط که در ساحه مثال گویم که پخت و پز و قنادی دیگر، اما الکی راهبری ساختمان، در تشکیل کردن کارخانه های نوی استحصالی راهبر شدن زیاده از 4,000 راهبری کارخانه های صاحبکاری می باشند و صاحبکاری خود را پیش می برند. صلح و ثبات، آرامی، آزادی آن شرایط را ترتیب می دهد که در فضای خوب صاحبکارا می توانند کار کنند.